بود نبود. دهقانی کمبغلی بود. از سحر تا شام در صحرا کار میکرد و زحمت میکشید. در خانه او را زنش و کودکانش منتظر میشدند. باری روزی دراز مشغول کار شد و سخت تشنه ماند. به ساحل دریاچه شوخ سیراب به آب نوشی آمد و ناگاه چشمش به لکلکی افتاد که در روی زمین بیمدارانه پر و بال میزد. زود به نزد لکلک آمد و دید که کسی آن را مجروح کرده است. قناتش را شکسته است. ای بیچاره! دل دهقان به حال لکلک سوخت. خیر، هیچ گپ نه. در یک هفته نغز می شوی. طبابت می کنیم، گفت دهقان و لکلک را برداشته به خانه‌اش آورد. همسایه دهقان بای بابای خسیس و سیرپل از تریزه نگاه کرده دید که دهقان لکلکی را در بغل به خانه‌اش آورد. در تریزه را گشود و داد زد. ای همسایه، السلام علیکم. و علیکم سلام بای بابا. این لکلک را از کجا یافتی؟ بیچاره مجروح است. قناتش شکستگی. مرهم میبندم، نگاه بین میکنم، ثواب است. نادان تو، کشته خوری نمیشود می. گوشت تیار با پای خودش آمدگی. نادان، گفت بای. بی عقل کی هست؟ کم بغل است، گفت زنی بای بابا. مرد با آنها چیزی نگفت و لکلک را به خانه در آورد. زن و بچه هایش حیران شدند. این لکلک از کجا؟ پرسیدند آنها. این بیچاره را نگاه بین کردن لازم. قناتش صحت شود، سر می دهیم به خانه اش رود، گفت دهقان. دهقان بال شکسته لکلک را دارو مالید، مرهم بست و از خوراک هایی که همسرش به او تیار می کرد کم کم به لکلک نیز می داد. دیری نگذشته لکلک شفا یافت. قناتش خوب شد. بای بابا از تریزه خانه‌اش پاییده دید که همسایه کم بغلش لکلک را به صحن حولی برآورد و آن را به آسمان سر داد. بای بابا در رفت، تریزه را گشود و پرسید. ای همسایه، لکلکت کنی؟ پرید و رفت، گفت دهقان. نادان تو نادان. روزی دهقان باز به سری زمینش به کار رفت. مشغول کار بود که ناگاه از کجای لکلک پیدا شد. لکلک به نزد دهقان آمد و به کف دستش 3 دانه تخم تربوز گذاشت و پرید و رفت. دهقان تخم تربوز را در زمین کاشت و به خانه اش رفت. پس از 2 روز دهقان به سر زمین آمد و از حیرت دهانش واز شد. در پولیزش 3 دانه تربوز کلان کلان خوشرو پخته رسیده بود. دهقان تربوزها را به خانه اش آورد. همسایه، حالا موسم تربوز پزی نرسیده، تو این تربوزها را از کجا یافتی؟ پرسید بای بابا.
تربوز خام را برای خود دن آورده است. خندید زنی او. دهقان با آنها چیزی نگفت. به خانه‌اش در آمد و کودکانش را جمع کرده خواست آنها را با تربوز ضیافت دهد. دهقان کارد را گرفت و تربوز را بریده بود که از درون تربوز تنگه طلای بسیار برآمد و آنها سخت به حیرت افتادند. دهقان زن و بچه هایش را به بازار برده برای آنها سر و لباس نو، شیرینی ها خرید. آنها خیلی خرسند بودند. در بازار دهقان به کمبغلان و بیچارگان نیز کم کم از تنگه های طلایی داد. مردم خوشحال شده او را دعا می کردند. بای بابای همسایه باشد، از بخیلی جای نشست نمی یافت. او زود دهقان را به دکانش در آورده چای داد و سری بایگری او را پرسان شد. راستش را گوی همسایه، تو خزینه یافتی و خواجه خضر را دیدی؟ دهقان گفت نه اینش و نه ویش. لک لک را به خاطر داری همسایه؟ لک لک را؟ آها، چی بود؟ و دهقان حادثه تخم تربوز و لک لک را به او نقل کرد. بای خسیس و بخیل در دلش نقشه ها می کشید. به خانه‌اش آمد و کلتک و خلطه گرفت و به صحرا و لب دریاچه روان شد. پاییده نشست و دید که از دور لک لک برای آب خوردن پریده آمد. لک لک را با کلتک زد و بیچاره مجروح شده بر روی زمین افتید. بای فریبگر زود به نزد لک لک آمد و گویا که بیخبر باشد گفت لک لکی بیچاره، تو را که به این حال رسانده؟ نابکاران، بیا من تو را به خانه‌ام برده طبوبت میکنم. بای لک لک را به خانه‌اش آورد و به پرسش های زنش جوابی نداده او را به بالاخانه برآورد. قناتش را دارو مالید، آب و دان داد. دیری نگذشته لک لک شفا یافت. بای او را به بالای بام برآورد و گفت انا من تو را صحت کردم. پریده رو با من هم دانه تربوز بیار، به همسایه آوردی کو؟ لک لک پرید و رفت. بای نگران شده همون شب در بالای بام خوابید. لک لک پریده آمد و 2 دانه تربوز آورده به بای داد. بای در یک گوشه حولیش 2 دانکی تربوز را کارید و کورپچه نهاده در همان جا منتظر شده نشست. دیری نگذشته 2 تربوزی کلان پخته رسید. بای به زنش گفت در تریزه ها را خلف کن و صندوق را کشا، حاضر تگی طلا میمانی. ولی زنی بای حیران شد و با او نگریسته ماند. چی نگاه میکنی؟ زود زود. زنی بای در و تریزه ها را محکم کرد. آنها تربوز را به میانه گذاشته. بای تربوز را برید و از تربوز به جای تنگه های طلایی سیله زنبورهای زرد گرسنه
ویژ ویژ کنان برآمده به بای و زنش در افتادن. هی تماشا شد، فیغان بای و زنش از دوری ها شنیده می شد و مردم گرد و اطراف از دیدن بای و زنش که می گریختند و از پس آنها سیله زنبورهای زرد ویز ویز کنان پرواز می کردند از خنده رودکان می شدند.